سلام، شما به پادکست ترکمن صحرا تیوی گوش میکنید. غیاتخان یومورسکی اولین بار به عنوان نماینده ترکمنها در دو عهدنامه مشهور صلح تاریخی گولستان و ترکمنچای که در سالهای 1813 تا 1336 بین ایران و روسیه روی داده است مشارکت و همراه با هیئت خاص از ترکمنهای سرزمین خود یومودستان که در آن دوران به منطقه‌ای که بیوموت‌های ترکمن ساکن بودن اطلاق می‌شده است به طور فعال حضور داشته است. برای اطلاع از انتشار قسمت‌های جدید میتونید در اپلیکیشن‌های پادگیر اشتراک پادکست بشید. آدرس فید پادکست رو در کانال تلگرام یا حساب توییتر ترکمن صحرا تیوی پیدا خواهید کرد.